بالاخره بعد از کلی حاشیه و انتظار فیلم باربی. Do you guys ever think about dying? فیلم باربی با فروش 1,300,000,000 دلاری توانست پرفروش‌ترین فیلم 2023 بشود. فیلم روایتگر این است که باربی دیگه باربی نیست و دچار مشکلات واقعی شده است. I'm coming with you. Okay. داستان فیلم با تریلری که نمایش داده شد زمین تا آسمون متفاوت است. فیلم انگار اصلا برای بچه‌ها ساخته نشده و جای یک داستان باربی صورتی تبدیل می‌شود به یک داستان فمینیستی و سیاسی. You do just one appendectomy, But I'm a man. but not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is. Doctor! Somebody get security. فیلم به مقدار خوبی سرگرم کننده و کمدی است. رایان رینولدز تو این فیلم بی‌نظیره. نمره من به فیلم 6 از 10.